درس 27 بقیه کلید 14 که نواقص ایمان بود. بسم الله الرحمن الرحیم. در درس قبلی ما شما خواندیم که یکی نواقص ایمان است، نواقص که به ذات است، و دیگهش نواقص ایمان است. در بخش اول ما شما خواندیم که نواقص ایمان 4 قسم می باشه که نواقص اعتقادی است، نواقص شرکی است، نواقص زبانی هست و نواقص عملی و فعلی هست. قسم اول نواقص اعتقادی بود که ما شما در درس گذشته خواندیم، و قسم دوم نواقص شرکی است که این شب انشاءالله بخیر ما شما رو میخوانیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نواقص شرکی یا شرک اکبر. نواقص شرکی طبعا شرکی یکی اکبر است و یکی شرک اصغر است که شرک اکبر در نواقص ایمان است و شرک اصغر که از ایواز در نواقص نیست، در نواقص است. و در آیات قرآن عظیم الشان نواقص ایمان در شرک اکبر به اشکال ذیل بیان شده. نوع اولش نقص ایمان با شرک در ربوبیت. مثال های در شرک در ربوبیت چی است؟ اول نقص یا شکستن ایمان پیروان ابراهیم علیه السلام. وقتی که ما شما با آیات قرآن مراجعه بکنیم میبینیم که در آیات قرآن عظیم الشان چی را نشان میده؟ شرک از پیروان ابراهیم علیه السلام که قریشی ها بودن. اینا میگفتن که ما قریشی ها پیروای ابراهیم علیه السلام هستیم. خانه کعبه را خدمت میکردن، نماز میخواندن، عبادت میکردن، لکن در نواقص شرکی مبتلا بودن. به خاطر اینمی نواقص شرکی اینا مشرک شدن و الله متعال و از اینا کافر گفت قل یا ایها الکافرون. چرا اینا در نواقص داخل شدن؟ مثلا یکی از نواقص ما شما گفتیم که نواقص در توحید ربوبیت است. مثلا در ربوبیت الله متعال جنها را شریک ساخته بودن. الله متعال میگن و جعلوا لله شرکاء الجن. اینا برای الله شریکای از جن ساخته بودن. میگفتن که جنها کس یعنی بعضی کارها را بر ما میکنن، ما را شفا میدن، ما را مشکلات ما را حل میکنن، ما پیش پناه میبریم. بناهن او افعال الله را که از مربوط الله متعال بود این را برای جنها میدادن. پس اینجا شرک در چی شد؟ در ربوبیت شد. مثلا یک نفر فعل حفظ کردن الله را به مخلوق میده، این شرک در ربوبیت است. یا فعل شفا دادن الله را میره پیش یک بت یا پیش یک قبر میگی مثلا مرا خوب میکنن، مرا شفا میده. این شرک در چی میشه؟ در ربوبیت میشه. مردم که میگفتن ما پیروای ابراهیم علیه السلام هستیم، ابراهیم علیه السلام ما و شما هم به ملت ابراهیم علیه السلام هستیم. ابراهیم علیه السلام الله متعال میگه که یک شخص موحد و حنیف بود و ما کان من المشرکین، مشرک نبود. عالی کسایی که ادعا میکرد که ما پیروای ابراهیم علیه السلام هستیم، اینا چرا مشرک شدن؟ به خاطری که اینا در نواقص ایمان داخل شدن. یکی از نواقص ایمانشان چی بود؟ مثالش شریک ساختن جنها در بعضی از افعال الله. این جن مرا شفا میده، این جن مرا پناه میده، این جن مشکلات مرا حل میکنه. این حالی چی شد؟ دوم قسمش چی بودن که اینا برای الله متعال دخترها میفتن، ملائکه دخترای الله هست. و یجعلون لله البنات. الله متعال میگه که اینا برای الله دخترها را میگشن، میفتن الله دختر داره. پس این شرک است در ذات الله متعال. سبحانه و تعالی، سبحانه پاکیست الله را، ولهم ما یشاءون. باز برای خود چی میفتن؟ چیزی که اشتیا داشتن. خودشان بچه را خوش داشتن که پسر داشته باشن و باز بر الله میگفتن که این دختر داره. مثال دومش چی است؟ نقص یا شکستن ایمان پیروای موسی علیه السلام و عیسی علیه السلام. یهودی ها میگفتن ما پیروای موسی علیه السلام هستیم. موسی علیه السلام یک پیغمبر موحد مؤمن بود.
پیروایش هم باید مؤمن و موحد باشن. و پیروای عیسی علیه السلام نصرانی ها میگفتن ما هم پیروای عیسی علیه السلام هستیم و عیسی علیه السلام یک پیغمبر مؤمن موحد بود. او هم باید چی میشه؟ اونا هم باید پیروای عیسی علیه السلام باید موحد میبودن. لکن اینا مبتلا شدن به نواقض ایمان. ایمان چی میشناس؟ ایمانشان چی شکستان؟ ایمان پیروای موسی علیه السلام چی شکستان؟ و قالت الیهود عزیر ابن الله، گفتن یا عزیر کس یک شخص بود، یک ولی از اولیاء الله بود. گفتن این پسر الله است، بنابراین در ذات الله شریک آوردن. نصرانی ها چرا کافر و مشرک شدن؟ الواقع میفتن ما پیروای پیغمبر هستیم، با وجود از اینکه کلمه میخواندن در نواقض داخل شدن. و قالت النصارى المسیح ابن الله، نصرانی ها گفتن چی است؟ عیسی مسیح پسر الله است. دیگه مشکلشان چی بود؟ در ربوبیت. اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. علمای خدا، احبار علما، رهبان پیرها، اینا علمای خدا و امی راهبای خدا، گوشنشینای خدا، یاره چی کردن؟ این رب خود ساختن. چه قسم رب خود ساختن؟ اونا وقتی که برشان حلال حرام می ساخت، حرام حلال می ساخت، حق باطل می ساخت، باطل حق می ساخت، اینا از اونا پیروی می کردن. بنانیا به الله شریک ساختن در چی؟ در قانون. به عوض شریعت الله قانون احبار و رهبان پیروی می کردن. اینالی از نواقض ایمان است. برای ما چرا میگن؟ برای ما در قرآن عظیمشان چرا میگن؟ برای ما شما در قرآن عظیمشان بیان میکنن الله متعال که اینی مردم به خاطر اینی مشکلات در نواقض ایمان داخل شدن، احتیاط کنید که در این نواقض شما داخل نشین. احتیاط کنید که در این نواقض شما داخل نشین. نوع دوم نقض ایمان با شرک در عبادت است. یکی شرک در ربوبیت است، یکی شرک در الوهیت عبادت است و شرک در اسماء و صفات. در آیات قرآن عظیمشان نواقض ایمان امتهای قبلی در توحید الوهیت یا عبادت چنین بیان شده. مثال اول، نقص یا شکستن ایمان پیروای ابراهیم علیه السلام. اینا در توحید ربوبیت خود شرک مبتلا بودن، در الوهیت هم چی شدن؟ در عبادت هم شریک ساختن. خب اول کاری که کردن پیروای ابراهیم علیه السلام و اسماعیل علیه السلام با گذشت چندین سال، گرفتن معبودان برای عزتیابی. الله متعال میگه در سوره مریم آیت 81 میگه واتخذوا من دون الرحمن آلهة لیکونوا لهم عزا واتخذوا من دون الله آلهة. اینا بغیر از الله آلهه گرفتن. اله نه، بلکه الها، آلهه جمع اله است. در اطراف کعبه 360 دانه اله گذاشته بودن. ایلات است و منات است دیگه، در مناطق مختلف خوب بود. در اطراف کعبه 360 دانه بت مانده بود. بنابراین این سبب چی شد؟ سبب از این شد که اینا در یک شکننده های نقص یا شکننده ایمان داخل شدن. بنابراین ایمان از اینا از بین رفت و هر قدر که ادعا کنه که ما پیروای کی هستیم، ما پیروای ابراهیم علیه السلام، الله متعال میگه شما دروغ میگین، پیرو ابراهیم علیه السلام نیستید. فلا تجعلوا لله اندادا، الله متعال میگن برای الله شما شریکا، فلا تجعلوا لله اندادا، برای الله شریکا نگیرید و انتم تعلمون، در حالی که شما میفهمید. دوم مشکلشان چی بود؟
دوم مشکلشان چی بود؟ محبت معبودان باطل به عوض محبت الله. هر کسی که به امرای یک مخلوق محبتی بکنه که او حق الله است، این شرک در محبت است. و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا، الله متعال میگه بعضی از مردم به غیر از الله شریکا را میگن، یحبونهم که حب الله، این تو کتشان محبت میگن مثل که باید که الله محبت کنی. این هم یکی از نواقض ایمان هست که سبب شکستاندن ایمان کی شد؟ پیروای ابراهیم علیه السلام شد. خوف از معبودان باطل. الله متعال میگه و یخوفونک بالذین من دونه، ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، تو را به کسایی که به غیر از الله هستن از او تو را میترسانن. این بت پرستا چی میکردن؟ برای مسلمان ها میگفتن که اگر توی بت غرض بگیری دستت خشک میشه، پایت خشک میشه. قبر پرستا میگفت که قبر که گنبد ما جور کردیم، اگر یک خشت از گنبد تو به جای کنی دستت خشک میشه. اگر تراکتور بیاری، تراکتور زنجیرهای چی میشه؟ کنده میشه. و با رسول الله صلی الله علیه و سلم بت پرستا چی میگفتن؟ الله متعال میگه که و یخوفونک بالذین من دونه، ای پیغمبر تو را میترسانن از اینمی من دون الله، از این مخلوقاتی که به عبادت گرفتن از یا تو را میترسانن. و ما یضلل الله، دیگه هر کسی را که الله گمراه ساخته باشه، فما له من هاد، بر از او کسی هدایت کرده نمیتونه. که اگر باز برش گفتی باز چی میکنن؟ سر 200 نام میمانه که او این گپ ای آیت میخوانی، این گپ چرا کی میگه، این چطور است، این چنان است. الله متعال میگه و ما یضلل الله، شما چیکار خون نشه، کسی را که الله گمراه کرده باشه فما له من هاد، او را باز کسی هدایت کرده نمیتونه. حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم بسیار خوش داشت که کاکایش ابو طالب مسلمان شود. الله متعال گفت که انک لن تهدی من احببت، کسی را که تو دوست داری هدایت کرده نمیده. ولکن الله یهدی من یشاء، لکن الله کسی را که خواسته باشه هدایت میکنه. بچه پیغمبر نوح علیه السلام، بچه پیغمبر بود، نوح علیه السلام را هدایت کرده نتونه. پدر ابراهیم علیه السلام پدر پیغمبر است. پدر پیغمبر است، ده پیغمبر پلار، اما هدایت در نصیبش نبود. ابراهیم علیه السلام بسیار کوشش کرد، نشد. چهارمی مشکل یعنی پیروای ابراهیم علیه السلام که اینا را ایمانشان شکستان چی بود؟ الله متعال قرآن یکی برای ما کلش نواقض ایمان از بیان میکنه که الله چی است؟ تشبیه کردن الله را با پادشاهان. لیس کمثله شیء، هیچ کسی مثل الله نیست. اگر الله در عرش می باشد، اینال استوای الله در عرش با استوای مخلوق تشبیه نمیشه، کفر است، شرک است. ذات الله با یک پادشاه دیگر، صفات الله با صفات انسان یا پادشاه تشبیه نمیشه. با الله همون قسم ذات است که به جلال و عظمتش شایسته است. یا چی کردن؟ الله را با پادشاه تشبیه کردن، گفتن می الله هم که است مثل پادشاه است. خب وقتی که الله مثل پادشاه شد، پس پادشاه سکرتر ضرورت داره، پادشاه مقرب ضرورت داره، پادشاه با معاون ضرورت داره که اتش کمک بکنه، بعضی کارهایش انجام بده. این چطور میشه؟ مشکل از چی شد؟ گفتن خیر الله همچون مثل پادشاه است، باید بر ازی هم ما مقربین بگیریم. اول ریزی خود بر ازو میبریم پیش میکنیم، بازو ریزی ما را برای الله پیش میکنیم. الله متعال همین گپی که بود پرستا میگه. قبر پرستا هم میگفتن که ما مستقیم به الله نمیریم، میریم عریضی خدا به این دوست الله که نازدانی الله نازولای است، عریضی خدا برای این نازولای پیش میکنیم، با این نازدانم عریضی ما را میگیره
مقرب است پیش الله، ایره الله زیاد دوست داره، بازی عریضه ما را اون میگیره باز امضا میکنه. تشبیه کردن الله را به کی؟ به پادشاه. الله متعال امی دلیل از اینا را در قرآن میگه، به خاطر از اینکه یک کسی اگر مؤمن میخواد شود در قرآن برش هدایت و نور است. الله متعال چی میگه در سوره زمر آیت 3؟ الا لله الدین الخالص. الا آگاه باشید، الا آگاه باشید که لله خاص برای الله هست دین خالص. والذین اتخذوا من دونه اولیاء، و کسانی را که اینا به غیر از الله اولیای خود گرفتن، دوستای خود گرفتن، پیش از اینا میرفتن سجده میکردن، رکوع میکردن، از پیشان پرسان میشد که شما چرا این کار میکنین؟ الله متعال میگه که اینا باز دلیل میگن که ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. ما این بت‌ها را، این قبرها را پیش الوانه میبریم، بر از اینا سجده نمیکنیم، بر از اینا رکوع نمیکنیم، بر از اینا نظر نمیکنیم، بر از اینا گوسفند نمیکشیم زیر پایشان، پایای بت‌ها را که خون شتر و گوسفند سرخ نمیکنیم. چرا میکنیم این عبادت ها را؟ به خاطر که بازی یا ما را به الله چی میکنه؟ قریب میکنه. مثل که سکرتر پادشاه عریضه را ببری، باز او از تو قناعت حاصل کنه، باز تر چی میکنه؟ باز او عریضه تر بالا میبره. ایناله الله متعال میگه ان الله یحکم بینهم فیما هم فیه یختلفون. الله متعال در بین از اینا حکم میکنه، فیصله میکنه، قضاوت میکنه در چیزی که اختلاف داره. باز الله متعال میگه ان الله لا یهدی، الله هدایت نمیکنه من هو کاذب کفار، کسی که کاذب از دروغگوی است و کفار است، بسیار چی است؟ ناسپاس است. الله متعال بر چشم داد، به واسطه کی داد؟ الله برات روح داد، به واسطه کی داد؟ پیش کی رفتی؟ الله برات چشم داد، الله برات قلب داد، الله برات شش داد، الله برات دست داد، پای داد، پیش کی رفتی؟ ناسپاس هستی. الله را تشبیه میکنیم به پادشاهان. پنجمین چیزی که ایمان انسان از اینا را نقض کرد، از قریشی ها را که میفتن ما پیروای ابراهیم علیه السلام هستیم، بلند نمودن دست دعا و مخلوق بود. پیش همون بت‌های خود میرفتن و برای چی میکردن؟ دست دعا را بلند میکردن و کسایی را که اینا طلب میکردن بغیر از الله متعال، دیگه اینا چی میشد؟ این سبب شرک از اینا شد، سبب نقص ایمان شد. پناه بردن به جنها و انه کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن. یک تعداد میگه از انسان ها پیش جنیات میرفتن و برای اینا پناه میبردن. یک کوه داشتن، یک قول میگن، این طرف هم کوس، این طرف هم کوس، در وسط سمی خالیگاره، این در زبان عربی وادی میگن. بازمی قول میگفتن این قول شیطان است، شیطانان رو خوالده، قول شیطان است. باز می رفتن اینجا، باز پیش از این جن ها میگفتن این وادی جن است. باز می رفتن که او جن صاحب او کلان از این وادی پیش تو ما آمدیم و تو پناه بردیم، برای ما مشکل ما را حل کن. فزادوهم رحقا، جرأت سرکشی شیطان و جنی ها رو چی کردن؟ زیاد ساختن. وقتی که میفتن کوئی لودا که پیش ما بیانوز خوب سرازی یا خوب دیگه آمازار میتی. اگه وقت دجالش یک جن شیشته بود، حالا 15 تا جن میشینه. چون این بیوانسی که به الله پناه بره، یعنی روزم به جنها برو جنها میگه ای نه اصلا نیستیم، خب ما هستیم. پس این پناه بردن به جن سبب چی شد؟ سبب نقض ایمان شد. این یکی از نواقض ایمان است که اینا را که ادعا میکرد ما پیروای ابراهیم علیه السلام، نه شکستان. هفتمی نواقضی که ایمان از اینا را شکستان از پیروان ابراهیم علیه السلام آوردن بدعت ها بود. مثل چی بدعت؟ مثلا نماز میخواندن به حکم الله، لکن در بین نماز اشپلاق داخل کردن.
و ما کان صلاتهم عند البیت، الله متعال میگه نبود نماز از اینا در پیش بیت الله شریف الا مکاء و تصدیه، اشپلاق و چکچک. انالی داخل کردن اشپلاق و چکچک و دول و طبله و رقص و گپا در دین، در نماز، در عبادت، این سبب چی شد؟ سبب از این شد که این مردم در نواقض ایمان داخل شد. مشکل دیگه شان چی بود؟ پناه بردن به فالبین ها. چرا فالبین ها را میرفتن پیش فالبین پناه میبردن؟ پیش از فالبین چی میکنی میری؟ فالبین یک دانه ظرفک داشت، بازدبن این ظرفک 3 دانه قلم مانده بود، 3 دانه شاخک مانده بود، یکیش بله، یکیش نخیر، یکیش متعادی. اینا را هر تصمیم که میرفتن پیش ازی فالبین، باز فالبین میگفت که ازلام است، ازلام. اینا رو بازی چی میکرد؟ بازی یک دانه ازیره که میکشید دوم میگفت که بله سفر کن. بازی دم سفر خود، دم کار خود انجام میده. هیچ مانا میده، مانا ازیره میده که صفت علم غیب الله را به یک چوبک میده. این چوب چی میفهمه که این سفر بر تو منفعت است یا نیست؟ نمیفهمه. از این خاطر اینه برای من برو سفر کن. این کار کی برشان میکرد؟ فالبینا میکرد. الله متعال گفت یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، انما الخمر، یقینا که خمر، شراب، و المیسر و قمار، و الانصاب و این چیزهایی که شما نصب کردین، و الازلام، ازلام امی چوبکایی را که شما میکشین، یا کلش رجس است من عمل شیطان است، اعمال شیطان است، فاجتنبوه، شما از اجتناب بکنین. برای مسلمان گفت اونا به مرض مبتلا بودن، از این خاطر این در نواقض ایمان داخل شد. نوم در پیدا کردن نظرها برای مخلوقات، این یک کار دیگه. یک قسم به نام بحیره داشتن، دیگه به نام صائبه داشتن، به نام وسیله داشتن، به نام حام داشتن. میگفت مثلا بحیره و صائبه و وسایل این چیز. مثلا بحیره چی بود؟ میگه شطور ماده که 5 تا چوچه میداد و همی پنجمی ازی ماده نمی بود، میفی دیگه خلاص نظر از برای بود ها. اون شطور بازی را میکردن، قرار شطور دمی کوها بیکار میگشت و اونجا خلاص میفی شطور نظری است. دیگه قسم شطور مادی را میگفتن که صاحبش نظر میکرد که اگر به سلامت از سفر برگردد، اگر من سفر پس آمدم همی شطور باز دمی کوه اعلام میده، میره صاحبه میگه بازی شطور اعلام میده. برای که مثلا ماده می بود، وقتی که دوگانگی همراه چوچه نر تولد میکرد، بازی را میگفت که این گستنده که ما کسی دیگه حال دوگانگی زایده و یک شام نر است، دیگه چی میکنیم؟ این به خادمای بتا نظر است و شیرش را بخورن. حام چی را میفتن؟ شطور نر را گفته میشد که از نژاد آن 10 نسل متولد میشد. الله متعال میگه که ما جعل الله، و الله متعال ما جعل نگردانیده من بحیرت ولا صائبت ولا وسیلت ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب، لیکن کسانی که افترا میکنن به الله به دروغ و اکثرهم لا یعقلون. این عبادت را که از دل خود جور کردن، ایمان از اینا را چی کرد؟ با بازی عبادتی را که از دل خود جور کردن، خیلی بدعت بازی برای بت، این کفر بنابراین چی شد؟ این سبب نقص ایمان از اینا شد. دومین چیزی که سبب نقص از اینا شد ذبح کردن بود به انصاب. انصاب چی بود؟ انصاب بعضی میگن که قسم سنگا بود مانده بودن پیش بت‌ها، بود اصلا از این میرفتن شطور از ذبح میکردن. بعضی میگن نه، یعنی خودش چیزی که نصب میکردن، این بت‌ها تو نصب میکردن، استاد میکردن، باز پیش از این ذبح میکردن. اینا ذبح کردن حیوان به نام مخلوق، این از شکننده های ایمان، از ایمان یک انسان مشکنانه. حالا ما شما کسی ذبح میکنیم که سری کسا زیر پای آرس
این با اون بت پرست چی فرق داره؟ بعضی زیر پای قبر زیارت ذبح میکنه، با او چی فرق داره؟ در نواقض ایمان داخل میشه، در نواقض ایمان داخل میشه. 11 حلال نمودن حیوانات به نام غیر الله. حیوانات وقتی که ذبح میکردن، عوضی که بگن الله اکبر، میگفتن این حیوان ما ذبح کردیم به نام هوبل، لات، بگوان، رام، به نام یک مخلوق حیوان ذبح میکنن. متوجه هستین؟ این قل انما حرم علیکم المیت، الله میگه حرام از بالای شما میته، حیوان خود مرده و دم و خون و لحم الخنزیر، گوشت خوب، و ما احل لغیر الله به، به هر حیوانی که به غیر الله، نام غیر الله سر از او چی شده باشه؟ گرفته شده باشه. این حرامه. دیگه در حاکمیت و اطاعت، در حاکمیت و اطاعت چی کردن؟ ام لهم شرکاء و شرعوا لهم من الدین. الله میگه اینا یک برشان شریکای بودن، آیا برشان شریکای بودن که برشان دین تشریع بکنن؟ وقتی که یک مخلوق برشان یک قانون می ساخت، ای از قانون از این مخلوق اطاعت میکردن. این هم یکی از نواقض ایمان است، بسیار خطرناک است و در عصر ما بسیار زیاد است که قانونهای دیگه که دموکراسی هست، ای تیوکراسی هست، ای سوسیالیسم است، ای کمونیسم است، باز اینی قوانین کنام می ساختن، باز یا میرن از این اطاعت میکنن. بعضی کسا حتی در محکمه میرن، باز در مقابل قاضی کافر استاد میشه و قسم میخوره که من از قانون کفری شما اطاعت میکنم. 13 چی بود که پدرای خود، پدر چی مانا؟ رواج خود عوض شریعت الله تطبیق میکردن. و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله، وقتی بهشون گفته میشد که مطابقت بکنید از چیزی که الله نازل کرده، بازی میگفتن بل نتبع ما وجدنا علیه آباءنا، ما اونم قانون رو تطبیق میکنیم که پدرای ما کرده، مادرای ما کرده، از بزرگای ما بر ما مانده. در این نقص ایمان بسیار زنا داخل هستند. یعنی عروسی ها که کت زنا میشینی که مجبوری که الله انت میگه نه، رواج ما اینه مترست. رواج ما چی میگه؟ یعنی چیزی که پدرای ما میکنه او ما از گپ الله و گپ رسول کرده برتریت میدیم. مجبوری نکو، بازه نکه پیسه خوب نیست، نه رواج است، تو رواج نمیکنی. رواج چی مانا؟ ام گپ ابو جهل ابو لهب و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا علیه آباءنا. مثال دوم نقص یا شکستن ایمان اهل کتاب بود. اهل کتاب چه قسم از یهود و نصارا در عبادت چی شدن؟ قل یا اهل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، الله متعال میگه به اهل کتاب شما در دینتان غلو نکنید. چه قسم غلو میکردن؟ اینا در شخصیت ها بسیار افراط میکردن. اینقدر یک شخصیت توصیف میکردن، اینقدر برش نعت و شعر میخواندن که بالاخره اینمی نفر از درجه بندگی میکشیدن، صفات الله را برش میدادن. الله متعال گفت که یا اهل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، در دینتان بسیار زیاده روی نکنین غیر الحق، ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل، شما پیروی نکنین از همون خواهشات مردمایی که قبلا گمراه شده بودن. و اضلوا کثیرا، و بسیار مردم هم اینا گمراه ساختن. اینا در عیسی علیه السلام افراد کردن بالاخره عیسی علیه السلام عبادت کردن. در عزیر افراد کردن بالاخره او رو گفتن بچه الله هست، بردن عبادتش کردن. رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میگه؟ عن عائشة ام المؤمنین رضی الله عنها عن النبي صلی الله علیه و سلم قال في مرضه الذي مات فيه، در اون مرضی که رسول الله صلی الله علیه و سلم وفات کرد چی گفت؟ گفت لعن الله اليهود و النصارى، امت من لعنت شد، تحت از رحمت الله شدن، در نواقض ایمان گرفتار شدن. کی؟ یهود و نصارا. چرا ای رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ گفت اتخذوا قبور انبیاء مساجد، قبرهای پیغمبرای خود مسجد ساختن. به قبر پیغمبر میرفتن
سجدگاه ساختن، میرفتن در مقابل قبر سجده میکردن. اینا رسول الله صلی الله علیه و در وقت مرگ خود چرا این گپ گفت؟ به خاطر از اینکه امتش در این وقت مرگ یه حدیث از این بشنون و به قبر رسول الله صلی الله علیه و رکوع و سجده و عبادت و نذر و قربانی نکنن. نوع سوم از ناقص شدن ایمان با شرک در اسما و صفات می باشه. شرک در اسما و صفات الله چی است؟ در آیات قرآن عظیم الشان نواقض ایمان امتهای قبلی در توحید اسما و صفات این قسم بیان شده. اول نقص یا شکستن ایمان پیروان ابراهیم علیه السلام. و ابراهیم علیه السلام خدا پیروان ابراهیم علیه السلام میگفتن بعضی از صفات الله را انکار میکردن و هم الله متعال میگه و هم یکفرون بالرحمن و رحمان کافر میشن. دیگه چی بود؟ در اسماء الله الحاد میکردن. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه. الله متعال گفت شما ترک این کسایی که در نامهای الله الحاد میکردن. چه قسم الحاد میکردن؟ مثلا قریشی ها نام عزیز گرفتن مؤنث جور کردن عزا، نام منان گرفتن چی جور کردن؟ مؤنث جور کردن منات. دیگه نام اله گرفتن جور کردن لات و منات و عزا. لات جور کردن مؤنث اله گفتن لات. این الحاد سبب چی شد؟ بیادبی به نامهای الله شد و بیادبی به نامهای الله بیادبی به ذات الله هست و بیادبی در مقابل الله سبب کفر میشه. مثال نقص یا شکستن ایمان اهل کتاب چی بود؟ این هم سبب های داره. سبب اولش که اینا چی شدن؟ کافر شدن، ایمانشان نقص شد با وجود که میفتن ما پیروای موسی علیه السلام. تا همیالم یهودی ها میگه ما پیروای موسی علیه السلام. تا همیالم نصرانی ها را که بیری میگه که ما پیروای جیسس میگیم کی هست؟ من جیسس عیسی مسیح، ما پیروی عیسی هستیم. اینا یا چرا کافر شدن؟ قرآن چرا اینا را کافر گفت؟ میگه یک سببی از سببی که اینا کافر شدن صفات زشت مخلوقه به الله نسبت دادن. گفتن این الله فقیر و نحن اغنیا. یهودی ها گفتن ما مالدار هستیم، الله فقیر است، از ما بر ما میگه که خیرات بده. اینا یا این بیادبی به الله کردن، در حالی که الله متعال خود ذات غنی هست. الله خب مثلا وقتی میگه زکات بدید میگه پولدارایتان بگیرید و فقیرایتان بدید، ولی اینا این بیادبی را کردن. این چی شد؟ سبب نقص ایمانشان شد. اینا بسیاری کسا هستن در قسمت صفات الله بیادبی میکنن. و قالت الیهود ید الله مغلوله. دیگه صفت زشته که به الله دادن گفتن که العیاذ بالله الله بخیل است. اینا این سبب چی شد؟ شکستن ایمانشان شد. خب ما و شما قسم اول نواقض اعتقادی رو خواندیم، قسم دوم نواقض شرکی بود، قسم سوم نواقض زبانی هست. مثلا با زبان چه قسم؟ بعضی کسا کلمات کفری، توهین‌آمیز، دشنام به شاعر الله، یعنی دشنام دادن به پیغمبر، دشنام دادن به ملائکه، دشنام دادن به اینا سبب چی میشه؟ سبب شکستاندن ایمان میشه. یک نفر خوب ایماندار است، الله را دشنام میده، کافر میشه. یک نفر خوب مسلمان است، پیغمبر صلی الله علیه و سلم دشنام میده، کافر میشه، مرتد میشه، از دین ببراید، در نواقض داخل میشه. یحلفون بالله ما قالوا. الله متعال میگه که اینا قسم یاد میکنن منافقین که ما قالوا نگفتیم. الله متعال میگه ولقد قالوا کلمة الكفر. اینا گفتن کلمه کفر و کفروا بعد اسلامهم. اینا بعد از اسلامشان کافر شد. بعد از اینکه ادعا کردن که ما مسلمان هستیم، بعد از اینکه کلمه خواندن، بعد از اینکه کلمه خواندن ادعاشون اینا کلمه کفری را گفتن، یا چی شدن؟ کافر شدن، در نواقض داخل شدن. دیگه چی هسته؟ استهزاء و رشخندی کردن غیر قصدی هست.
به شعائر الله، یک نفر به شعائر الله استهزا میکنه. مثلا در نماز تیلگکان میکنن، در نماز تیلگکان میکنن، ریشخندی میکنن، سر پیغمبر استهزا و ریشخندی میکنن، سر قرآن ریشخندی میکنن. اینه چی از کلش به زبان خوانن. اینال سعی کنین. امام طبری چی میگه؟ میگه زید ابن اسلم گفت یکی از منافقین در غزوه تبوک به عوف رضی الله عنه گفت چی شده این قاریان ما را که بسیار شکم دوست و دروغگو و ترسوها در جنگ هستند؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم از غزوه که پس دور میکنن در غزوه تبوک یا پس که میان، رسول الله صلی الله علیه و سلم برشان میگه که بیان اینجا دم میگیریم، یا دم میگیرن. در وقتی که دم میگیرن دیگه رسول الله صلی الله علیه و صحابه عادت داشتن قرآن تلاوت میکردن. اینا کلشان مصروف تلاوت قرآن شد. این شخص آمد به زید ابن اسلم گفت یارا میبینی یا اینکه قرآن میخوانن یا چی هستن؟ گفتن یا دروغگو، ترسو، در جنگ هستن و بسیار شکم دوست هستن، نان میخورن، این میکنن. منظورش رسول الله صلی الله علیه و سلم و اصحابش بود. این صحابی میگه عوف رضی الله عنه برش گفت که دروغ گفتی، تو منافق هستی. مختابال تو رو نمیشناختم، حالا فهمیم تو منافق هستی. دبایید ما آمدی. من این مطلب میرم به رسول الله صلی الله علیه و سلم میگم. عوف رضی الله عنه میگه که این به نظر رسول الله صلی الله علیه و سلم تا او رو خبر کنند دی که قرآن کریم نسبت به وی سبقت نموده. زید میگه که عبدالله عمر برای من گفت من به او نظر میکردم که ریسمانه. این چی کرد؟ تا که صحابی برای خبر بکنه و جبریل امین آمد و به رسول الله صلی خبر داد. رسول الله صلی نفر خاص گفت بیا اینجا، گفت تو کافر شدی. عبدالله عمر رضی الله عنه چی میگه که میگه من عبدالله بن عمر برای من گفت من به او نظر میکردم که بر ریسمان شتر رسول الله صلی خود را آویزان نمود و در حالی که سنگها و پاهایش میلولیدن میگفت انما كنا نخوض و نلعب. فی رسول الله ما مذاق میکردیم، ما ساتیری میکردیم، ما ریشخندی میکردیم و رسول الله صلی الله علیه و سلم به سوی وی مینگریست. رسول الله سر شتر سوار سوال میکنن و برش میگه که بالله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون. آیا به الله، به آیات الله و به رسول الله شما مسخرگی میکنید؟ الله متعال میگه ولا ان سألتم، و از این مردمایی که کافر میشن به اساس ریشخندی و مذاق و توهین و استهزاء به شعائر الله، از پیشان پرسان کنید با چی میگه؟ میگه انما نخوض و نلعب، ما ساتری میکردیم، ما خو مذاق میکردیم. قل بالله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون لا تعتذروا. ارشان شما عذرخواهی نکنین. قد کفرتم بعد ایمانکم، شما بعد از ایمانتان کافر شدید. قد کفرتم بعد ایمانکم، یعنی اینجا شما در نواقض ایمان داخل شدین، ایمانتان شکست، شما کافر شدین بعد از ایمانتان. این حال ای چی هستن؟ یکی از نواقض ایمان است که در عصر رسول الله صلی الله علیه و سلم شده و قرآن بر ما شما خبر میده. قسم چهارم نواقض عملی است. نواقض عملی چی است؟ مثلا اعراض و روگردانن از طاعت الله و رسولش. وقتی برشان قل اطیعوا الله و الرسول فان تولوا، برشان بگو که اطاعت بکنین از الله و اطاعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم. اگر یا روی گشتاندن که ما حکم الله را قبول نداریم، فیصله الله را قبول نداریم، فان الله لا يحب الكافرین، یقین که الله کافران را دوست ندارد. دوم از نواقض ایمان چی هستن؟ عبادت عملی به غیر الله. یک نفر پیش بت میره، پیش قبر میره، برای چی میکنه؟ رکوع میکنه و سجده میکنه و قیام میکنه. اما کارهایی را که باید بر الله بکنه این به مخلوق میکنه. و من یدعو مع الله الها آخر لا برهان له به، هر کسی که بغیر از الله کسی دیگه را طلب میکنه دلیل نداره، فانما حسابه عند ربه انه لا یفلح الکافرون. الله متعال کافرها کامیاب نمیشن، یعنی با اینمی عمل خود اینمی نفر ایمانش شکست و در صف کافرها داخل شد.
سوم توهین عملی شاعر، یک نفر عملا به شاعر الله توهین میکنه، مثلا قرآن شریف میبره در تشناب میپرده. از این خاطر بسیار خطرناک است کسایی که تعویضا قرآن شریف نوشته است باز که تعویض قرآن نوشته شدگی در تشناب میره. در تعویضش که سعی کنیم مثلا قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، آیت الکرسی یا نوشته است ایده گردنش است بازم رایزی به تشناب میره. این توهین عملی به قرآن عظیم الشان است. مثل قرآن عظیم الشان در کثافات انداختن. متوجه هستید؟ یا مثلا بسیاری چیزا که هستن جادوگر تا وقت جادوگر نمیشه بسیاری وقتا شیطان برش میگه تا سر قرآن بول نکنی، تا سر قرآن بول نکنی میگه تو جادو رو یاد نمیتونی و اون میره بول میکنه. یا میگه قرآن رو ببر اونو میشه در خاک انداز مرداریا پرتو. بسیاری چویا گیر کردن کته چیزا. علامه اسحاق ابن راهوی میگه که اجماع امت اسلام را ذکر نمود که کسی چیزی از ما انزل الله را بیاندازد، این قسم برش خندی میگیره قرآن شریف او سوپرته، کافر میشود اگرچه به تمام ما انزل الله اقرار نماید، اگرچه به تمام قرآن چی باشه ایمان داشته باشه، لکن به خاطر نمیموس و انداختن و رشخندی کردن و تشناب بردن و تشناب انداختن. چهارم سحر و ساحر هستن. علماء اسلام میگن که اینا چی هستن؟ کافر میشن. پنجم واسطه قرار دادن بین خالق و مخلوق است که ما شما قبلا هم دیدیم که ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله ذکرا. ششم تحاکم به طاغوت است. عملا در محکمه کافرها رفته که قضیه مرا حل بکو. مطابق چی حل بکو؟ مطابق اون قانون. این تحاکم به طاغوت میگن. این قبلا ما شما خوانده بودیم که علم تر الذین یزعمون انهم آمنوا بالله بما انزل الیک و ما انزل من قبل یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. اینا میخوان که محکمه شوند پیش طاغوت. این هم از نواقض ایمان است. هشتمش پشتیبانی عملی از کافران، عملا در صف کافر جنگیدن. میفهمه که کافر از دشمن الله هست، یه هم کتش سلام میگیره در پاریز استاد میشه و از این دفاع میکنن. التولی هو الدفاع من الکفار. علمای چه قسم تعریفه؟ میگه تولی چی است؟ پشتیبانی از کفار، دفاع از کفار است و اعانتهم و کمک کردن کفار است بالمال و البدن و الرأی. و سه چیز، یا با مال خود که کافر کمک میکنن، یعنی که پیسه میتوند برو در مقابل مسلمان ها میجنگی هر کس میجنگی، یا با بدن خود سلاح را میگیره در پالی کافر استاد میشه، کافر روس، کافر امریکایی. مثل که نمی بسیاری از افغانهای ما شما در وقتی که روسا آمده بودن در صف روسا میرفتن و همراه روسا یک جای و ضد مسلمان ها میجنگیدن. و یک تعداد دیگر هم در وقت امریکایی بالا تب طیاره میرفت که فرمان میداد و این چی میکرد؟ با همراه از او یک جای و ضد مسلمان ها میجنگید. این تولی و پشتیبانی هست. این چی هست؟ این عالم چی میگه؟ و هذا کفر صریح یخرج من الملت الاسلامیه. سیکو التولی هو الدفاع عن الكفار. تولی چی هست؟ میگه دفاع از کفار و اعانتهم و کمک امرای از ایناست بالمال، با مال، و البدن، با بدن، و الرأی و با نظر. برش مقاله نوشته میکنم و تاییدش میکنم. و هذا کفر صریح، میگه اینمی کار کفر صریح هست، یخرج من الملت الاسلامی، انسان از ملت اسلام بیرون میکنه، در صف کافرها قرار میده. الله متعال میگه ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. این مسلمان ها شما یهود و نصارا را اولیایتان نگیرین، بعضهم اولیاء و بعض، خود یهود و نصارا و کافرها بعضشان دوستای بعض دیگه است. و من یتولهم منکم، ذکر میگه و من یتولهم منکم فانه منهم. خطرناک است بسیاری. و من یتولهم، و هر کسی که دفاع کرد از اینها، پیشتر تولی ای عالم تعریف کرد. و من یتولهم منکم، هر کسی که دفاع کرد از کفار با مال خود یا با بدن خود یا با رأی خود، این چی میشه؟ فانه منهم. الله متعال میگه، آیت قرآن است، فانه منهم، از این شخص از جمله از اون کفار است. آیت قرآن. ان الله لا یهدی القوم الظالمین.
الله متعال قوم ظالمین چی میکنه؟ هدایت نمیکنه. انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین. در روایت قرآن میگه که الله شما را منع میکنه از کسایی که در دین با امرای شما می جنگن و خود اخرجوکم من دیارکم، شما را از منازلتان کشیدن و ظاهروا علی اخراجکم، هنوزم و اخراج شما زیاد هنوز هم کوشش میکنن. ان تولهم، وقتی که شما امر از اینا دفاع بکنید. و من یتولهم فاولئک هم الظالمون. ممتحنه آیت 9. پس اینی است، اینجا اینی نواقض ایمان بود که انسان مسلمان بسیار کوشش بکنه که در یکی از این نواقض چارگانه داخل نشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.